سلام به همراهان همیشگی کانال سفر در کتاب. خیلی خوشحالم که با بخش سوم کتاب 7 عادت مردمان موثر در خدمت شماییم. قبل از اینکه بریم سراغ بخش سوم این کتاب، ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین واسمون، کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین تا به محض آپلود شدن ویدیوها به دستتون برسه. بریم سراغ بخش سوم این کتاب. عادت چهارم، برنده فکر کن. یا هر دو میبریم یا هیچ کدوم. زندگی میدون جنگ نیست، میدون همکاریه. عادت پنجم، اول بفهم بعد فهمیده شو. بیشتر ما گوش نمیدیم، فقط منتظریم نوبت حرف زدنمون بشه. آدم موثر اول واقعا میفهمه بعد حرف میزنه. عادت ششم، هم‌افزایی. وقتی تفاوت‌ها رو حذف نمی‌کنی بلکه ازشون استفاده می‌کنی، نتیجه ساخته میشه که هیچ کس به تنهایی نمیتونست بسازه. اما یه سوال مهم، چی باعث میشه این عادت‌ها همیشه زنده بمونن؟ کاوی میگه اگر خودت رو فرسوده کنی همه چی از هم میباشه. تو بخش آخر میریم سراغ عادت هفتم، عادت نجات بخش. کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله رو فعال کن و منتظر بخش پایانی باش.